قبل از شروع یادتون نره که اگر ویدیو رو دوست دارین لایک کنید و اگر نظری داشتین حتما برام کامنت بذارید. خب وارد تمرین 7 شدیم. میگه این تراتوریا. حتما یادتون هست که توی اپیزود قبل بهتون گفتم که رستوران یا همون ریستورانت توی ایتالیا یک جای یک ذره رسمی تر و کلاسیک تره. تراتوریا یه جای یه ذره معمول تره برای آدمایی که روزمره بیرون غذا میخورن و اینا، یه ذره لولش در واقع پایین تره. حالا چی میگه به ما؟ میگه اکو l'ordinazione che ha preso il cameriere. میگه اینم سفارشی که پیش خدمت یا همون گارسون گرفت. cosa è giusto کدوم درسته و cosa è sbagliato ascolta il dialogo e decidi. میگه که کدومش درسته و کدومش غلطه، دیالوگ رو بشنوید و بعدش تصمیم بگیرید. دیالوگ رو براتون 3 بار میذارم، گوش بدین و بعدش برمیگردیم و تمرین رو حل میکنیم و معنی میکنیم. Traccia 25. Buongiorno signora, vuole il menù? No, grazie, vorrei solo un primo. Che cosa avete oggi? Spaghetti e frutti di mare, tagliatelle ai porcini, tortellini in brodo, minestra di fagioli. Ah, va bene così. Per me gli spaghetti. E per il ragazzo? Vuoi anche tu la pasta o preferisci qualcos'altro? Una cotoletta con le patatine fritte. E da bere? Un quarto di vino rosso e mezza minerale, per piacere. Gasata o naturale? Naturale. E tu? Che cosa vuoi? Una coca senza ghiaccio. Traccia 25. Buongiorno signora, vuole il menù? No, grazie, vorrei solo un primo. Che cosa avete oggi? Spaghetti e frutti di mare, tagliatelle ai porcini, tortellini in brodo, minestra di fagioli. Ah, va bene così. Per me gli spaghetti. E per il ragazzo? Vuoi anche tu la pasta o preferisci qualcos'altro? Una cotoletta con le patatine fritte. E da bere? Un quarto di vino rosso e mezza minerale, per piacere. Gasata o naturale? Naturale. E tu? Che cosa vuoi? Una coca senza ghiaccio. Traccia 25. Buongiorno signora, vuole il menù? No, grazie, vorrei solo un primo. Che cosa avete oggi? Spaghetti e frutti di mare, tagliatelle ai porcini, tortellini in brodo, minestra di fagioli. Ah, va bene così. Per me gli spaghetti. E per il ragazzo? Vuoi anche tu la pasta o preferisci qualcos'altro? Una cotoletta con le patatine fritte. E da bere? Un quarto di vino rosso e mezza minerale, per piacere. Gasata o naturale? Naturale. E tu? Che cosa vuoi? Una coca senza ghiaccio. خب میگه buongiorno signora, vuole il menù. میگه که سلام خانم، منو رو میخواید؟ میگه که no grazie, vorrei solo un primo. نه مرسی، میخوام فقط اون پریمو اولی، اون بشقاب اول رو که توی اپیزود قبل فهمیدیم که چی هستش. که گوزاوت اوجی، امروز چی دارین؟ اسپاگتی ای فروتی دی ماره، تالیاتله ای پورچینی، تورتلینی این برودو، مینسترا دی فاجولی. این غذاهایی هستش که توی صفحه قبل کامل یاد گرفتیم. اسپاگتی با ماه یا غذای دریایی، تالیاتله رو که گفتیم یک چیزی شبیه این ماکارونیه ولی یه ذره اینجوری فشرده شده تر با قارچ، نوعی قارچ، تورتلینی این برودو که یه مدل باز پاستا توی آب گوشت و مینسترا دی فاجولی هم میشه سوپ سبزیجات. و بینه کوزی خوبه. پرمیلی اسپاگتی، برای من یه اسپاگتی. پریل رگاتسو و برای آقا پسر، برای پسر. حالا اینجا داره با پسر حرف میزنه، مادر داره با فرزندش صحبت میکنه. میگه وی انکه تو لا پاستا او پرفریشی
qualcos'altro. میگه که تو هم همچنین میخوای پاستا یا ترجیح میدی چیز دیگری. qualcos'altro اینجا به هم وصل شده. qualcos'altro هم که به هم وصل شده. una cotoletta con le patatine fritte. میگه که یه دونه کتلت با سیب زمینی سرخ کرده. da bere و برای نوشیدن، اینجا یادتون باشه اینجا میتونه بگه da mangiare برای خوردن، برای نوشیدن این حرف اضافه داه. اون quattro di vino rosso، quattro میشه 1/4، 1/4 شراب قرمز، متزا مینراله و 1/2 متزا میشه نصف، 1/2 آب معدنی. پر پیاچره لطفاً. گازاتا او ناتوراله، میگه که گازدار باشه یا نچرال یا طبیعی بدون گاز. ناتوراله طبیعی بدون گاز. تو که کوزا وی و اینجا به پسر بچه میگه که و تو چه چیزی میخوای؟ اون کوکا، یه دونه کوکا. سنزا گچو بدون یخ. حالا یه چیزی که هستش اینجا باید بدونید، اولا که این کلمه 1/4 و 1/2 یاد بگیرید. دومیش این هستش که اینجا متزا در واقع مت ز بوده اما چون اشاره به آب داره کلمه آکوا، به خاطر کلمه آکوا که اشاره به آب داره مؤنث شده متزا، در حالی که کلمه اصلی متزه هستش. صفت ها کلا توی ایتالیایی جنسیت و تعداد موصوف رو به خودشون میگیرن. اصلا نمیخواد به این چیزا فعلا دقت کنید، صرفا بدونید که کلمه 1/2 به خودی خود مذکره و متزه هستش، اما اینجا به خاطر اینکه متزا اکوا مینراله آب اشاره داره شده متزا. خب میریم بالا که بخوایم اینو جواب بدیم. 2 اسپاگتی داشتن، خیر نداشتن. یه دونه کتلت به اضافه پتاتین فریت داشتن، بله درسته. میگه اون لیتر روسو داشتن، 1 لیتر شراب قرمز داشتن، نه اون کواترو داشتن. میگه که 1/2 آب معدنی گازدار داشتن، میگیم نه. و یه دونه کوکا داشتن که میگیم بله. حالا میایم پایینتر. خب اینجا که تمرین این اپیزودم هست، اینجا صرف فعل ولره خواستن و پرفریره ترجیح دادن. ولیو من میخوام، وی تو میخوای، وله او میخواد. ولیامو ما میخوایم، ولته شما میخواین، ولیونو آنها میخواهند. پرفریره که با مدل دوم افعال ایره صرف میشه پرفریسکو من میخوام، پرفریشی تو میخوای، پرفریشه او میخواد، پرفریامو ما میخواهیم، پرفریته شما میخواهید، پرفریسکونو آنها میخواهند. میریم ادامهش. کمپلتا ای وربی کن ل دزیننزا جوستو. میگه فعلا رو با پایان درستشون کامل کنید. میگه لا سینیورا ایل رگاتسو نون، یعنی 2 نفرن، خانوم و پسر، نون ولیونو لانتی پستو پیش غذا، لی خانوم، پرفریشه او دیگه، پرفریشه سولو اون پریمو، دوباره او، پرندو پرندی پرنده، لی اسپاگتی ای فروتی دی ماره و او گرفت، پرنده لی اسپاگتی ای فروتی دی ماره، اسپاگتی با چیزای دریایی. لوی پسر یا آقا این وچه چیکار کرد؟ وله میخواد، اونا کتولتا کن لپتاتینه فریته، یه کتلت با سیب زمینی سرخ کرده. دا بره اونها برای نوشیدن چی گرفتن؟ پرندونو آنها دیگه. اونا کوکا
un 4 di vino rosso e mezza minerale. تا همینجا این اپیزود رو تموم میکنیم. لطفاً حتما 2 تا فعل پرفریده و ولره رو حفظ کنید و یادتون نره که همیشه میتونید تمرینات، سوالا و هر چیزی که میخواید رو به ایمیلی که توی دیسکریپشن هست یا این زیرم نوشته میشه بفرستید تا تمریناتون تصحیح بشه. اپرستو، چاو.